عزیزم چشم سیاهم بالای پشتی عاشق رو کشتی با خون عاشق عزیزم نامه نوشتی هردم بگردم دره به دره مانند آهو عزیزم گم کرده گله مردک دستت را جلوی بینی و دهانت بردار. با من چه کار داری؟ تو سنگت را بشکن. یه طوری به آدم نگاه میکنه انگار خطایی از آدم سر زده است. نه خطایی از تو سر نزده است. مشکل ریز سنگ هاست. تیشه را که بر سنگ میزنی ریز سنگ ها در هوا پراکنده میشود و وارد دیه شده و ما را بیمار مینماید. چه میگویی روان پریش؟ با همین خوزاولاتت ما را به اینجا انداختی دیگر. با من چه کار داری؟ تو سنگت را بشکن. به من هم گیر نده. نه گویی تو آدم نمیشوی. حال با این چکش آنچنان بر مغزت میکوبم آنچنان بر مغزت میکوبم که خودت ریز سنگ شوی. کمک زندان چه خبر است؟ خجالت بکشید. مرا میزند. جناب زندانبان این مرا بیچاره کرد باعث شد است که به زندان بیافتم. حال که به زندان افتادم داره با مغزم ضربه چکشی کار میکنه. بگذارید من این رو بکشم. آرام باش. راست میگوید. چه میگوید؟ به جان مادرم من کاری نکردم مدام همین را میگوید. اصلا جریان چه شد که شما افتادید در زندان؟ آره جریان را میگویم. این گونه شد که هوای شهر آلوده شد و من نیز به عنوان کارشناس محیط زیست و هوا رفتم برای این مشکل چاره ای بیاندیشم. بنگرید. ببخشید اینجا صفحه چه است؟ نمیدانم. مگر بیماری؟ نمیدانی چیست داخل صف ایستاده؟ من از اینجا رد میشدم دیدم اینجا صفی بستن منم داخل صف ایستادم. به هر حال هر جایی که صفی میبندن یک چیزی میدهن دیگر. آره کلن خسته نباشی. من هم گرفتم. چقدر خوشگل است ببین. اینجوری است ببین اینجوری. آها فهمیدم. به خاطر آلودگی هوا ماسک رایگان میدن. آره نفر آخر کیست؟ منم. جای مرا نگهدار من میروم منزل برمیگردم. مگر تو یک عدد نگرفتی دوباره میخوای بگیری؟ مجانی است مفتی است. دوباره میری دوباره میای باز میگیریم. آخر چرا یک قابلمه را باید ماسک کنم بدم تو ببری؟ مگر کوپن روغن اعلام شده است. یک ماسک برای آلودگی هوا به دهانت بزنه و برو. ماست چیست دیگر؟ من فکر کردم ماست میدن. ماست برای آلودگی هوا ماسک به دهانت میزنی؟ چجوری ماسک را میخوایی به دهانت بزنی؟ ماسک. خیلی خوب قابلمه را پر از این ماسک ها کن من ببرم. دستت درد نکنه. قابلمه را چرا پر از ماسک کنم؟ این همه ماسک را برای چه میخوایی؟ آقا تو پر کن من یک کاریش میکنم. برو عزیز من برو برادر من برو اخوی برو همبلادی برو. این آخری چه بود؟ نمیتوانم بگویم برو. خیلی خوب حال که ماسک نمیده این ماسک میبرم. ببین ما با کیا نباید شبیه میسازیم. درود. من کارشناس آلودگی هستم. خیلی خوشحالم. خوش به حالت که خوشحالی. ماسک میخواهم رابو. نه ماسک نمیخواهم. طرحی دارم برای کاهش آلودگی هوا. دوستان در قالب طرح‌های پیشنهادی چند طرح دادن که پنچر است. ببین اگر طرح در اینها نیست بگو اگر هست که نگو. نفس نکشیم تا وقتی هوا تمیز شود. نه کوه را سوراخ بنماییم تا آلودگی برود نه این که نمی شود. زور بزنیم تا باران بیاید نه امکان پذیر نیست. هوا خیلی هم تمیز است. جو سازی نکن. این آخری را که نوشته؟ پدرم گفته بود دیروز 40 بود. روحش شاد و یادش گرامی. بفرمایید. ولی طرحهای من بسیار خوب است و کارساز. میگویم برویم پیش داروغ خانه با ایشان هماهنگ کنیم و طرح را عملیاتی بنماییم. در گوشه قرنیه از برقی میبینم که نشان از این دارد انسان خردمندی هستی. پس باشد برویم. بفرمایید. برویم. آری خلاصه ما تمام هماهنگی های لازم را انجام دادیم و طرح را به مرحله اجرا رساندیم. همان دیگر میمردی مانند بقیه مردم. یه ماسک میگرفتی بر اون صورت زشتت میزدی میرفتی رد زندگیت من را به این بدبختی نمیانداختی. نه میمردی. آرام باش بگذار ببینیم باقی ماجرا چه شده است. بگو جانم بگو. آری خلاصه
خلاصه ما تمام امکاناتی که باید فراهم می‌کردیم را فراهم کردیم و بعد مردم را جمع کردیم و مسئله را برایشان بازگو کردیم. عزیزان، هوا بسیار آلوده است. این را که می‌دانید. چیزی را نمیدانی؟ 3 ساعت از تصف وایساده اید، کلی ماسک گرفته اید. گرفته باشیم این که اصلا دلیل نمیشود. باشد کافی است. در هر صورت هوا بسیار آلوده است، مخصوصا در قسمت مرکزی بلاد بلخ. به خاطر همین ما گاری ها را زوج و فرد اعلام کردیم. زوج و فرد میدانید چیست؟ آره، یعنی اگر گاری هایمان فرد بود برای زن بگیریم زوج شود. بس است مزه نریز. معنی طرح زوج و فرد این است: مثلا وقتی پلاک یک گاری شماره آخرش زوج باشد و بخواهد در روز فرد وارد منطقه طرح شود، توسط این دوربین ثبت و جریمه خواهد شد. این که دوربین نیست، پوستک است، همسایه ما. سلام پوستک. سلام، چطوری؟ خوبی؟ سلامتی قربانت. بیا برویم خانه. بس احوال پرسی دیگر بس است. ما کارهای مهمتری داریم. در هر صورت چون دوربین اختراع نشده است، از این دوست عزیز خواهش کردیم که به عنوان دوربین از آن استفاده کنیم. در هر صورت مواظب باشید زوج و فرد را کاملا رعایت کنید تا جریمه نشوید. بله، و این طرح برای کاهش آلودگی هوا به کار رفته و برای سلامتی تک تک شما مفید می باشد. پس به افتخار خودتان جیغ و دستشو تو را. خب دیگر بروید. نمیروند، ما میرویم. عجب ما. چه میکنی؟ جناب زندانبان، بگذار با یک ضربه کاری برگردنش بکوفم و از شرش راحت شم و جگرم حال بیاید. جناب زندانبان، مرا از اینجا ببرید، از دست این دیوانه امنیت جانی ندارم. مؤدب باش مردک، درست صحبت کن. جناب زندانبان، کیسه ای ضرب شما میدهم، اون شمشیرت را افقی درون گوشش فرو کن تا جگرم حال بیاید. خجالت بکش. ببینم این کیسه من است که. آری اینجا افتاده بود، دیدم خاکی شده است، گفتم تمیزش کنم بدم خدمتتان. بده من خجالت بکش. بهتر جریان را تعریف کند. بگو ببینم. ادامه ماجرا را زیاد نمیدانم چه شد. 2 روز بعد آن ماجرا در خانه نشسته بودم که آمدن مرا دستگیر کردن، گفتن که مردم از من شکایت دارند. بعد مرا آوردن اینجا ببینیم چه میشود. عجب. میخوام بگویم که هر اتفاقی افتاده در این 2 روز افتاده است. زندان یک تو ماجرایت را تعریف کن. شاید ماجرای شما با ماجرای این کارشناس را بتوانیم به هم وصل کنیم، چیزی بفهمیم. بگو ببینم تو 2 روز پیش کجا بودی؟ من 2 روز پیش از زندان مرخص شده بودم. چه؟ آزادی. خوستک، جای من نخوابی، زودی برمیگردم. زود بیا، چای ریختم سرد میشود. همین دیگه بر نگردی. اصلا میدانی چیست؟ من عاشق این بچه ها هستم، برای همین تون خلاف میکنم که بازگردم اون تو. به چی مینگری؟ باز میگردم. آزادی. آف بر تو باد. کلا 2 روز آزاد بوده یا دوباره به زندان برگشتی؟ آری من نمیدانم چرا اینقدر با محیط زندان ارتباط خوبی برقرار میکنم. خاموش. باقی جریان رو بگو ببینم چه شد. داشتم میرفتم خانه که بابا خوستک گیر نده دیگر. بگذار یه معکوس بکشیم برویم. به جان مادرم اگر حرکت کنی شماره پلاک از را مینویسم، تو را جریمه میکنم. حواست باشه. بیا این کیسه سکه را بگیر، بگذار رد شویم برویم، کار داریم. آری. رشوه به من میدهی جلوی مأمور قانون؟ توی روز روشن به من رشوه میدهی؟ برو تا نبردم از دروغ خانه حسابت را برسم. بیا برو. ما می ایستیم، بالاخره گلاب رویت میگیری. وقتی که رفتی گلاب رویت مراد میشوی. ببین این جایش را نخوانده بودی. من یک قرصی دارم به نام قرص انتقابارت فریتن. این قرص را بخورم گلاب برویت توسط انرژی های خورشیدی از بین می رود. این جایش را نخوانده بودی؟ آری اینجا چه خبر است؟ این کیست دستش کردم به دیوار؟ قصهش طولانی است. اندکی صبر کن برایت میگویم.
آری مردم کل ماجرای طرح این کارشناس آفرچهره و طرح زوج و فرد و دوربین و اینها رو برای من توضیح دادن. من نیز چون حس انسان دوستانه شدیدی داشتم خواستم کمکی به آنها بکنم. اصلا من کشته مرده این انسان دوستی تو هم کلا انسان دوستی از چهرت میریزد. مؤدب باش. ببین باز هم دارد گیر میدهد. آرام باشید ببینم ادامه ماجرا رو ببینید. عزیزان من به شما کمک خواهم کرد. بالاخره کمک به هم نوع کار خوبی. آفرین به افتخارش دست و جیغ و هلولولولو. من جلوی پلک شما حرکت میکنم و به سادگی وارد طرح میشویم. فقط شما 10 سکه بابت این کار به من بده. مرد حسابی توی گفتی به جهت کمک به هم نوع به ما کمک میدهی. خب کاری نداره شما هم 10 سکه رو به عنوان کمک به هم نوع به من بدهید. کاملا منطقی. من موافقم. بفرما آقا این 10 سکه شروع کنیم. برویم. اشاره من بیا. برویم. صبر کن ببینم خجالت بکش. اخلال در کار دوربین آفر تو با بیا ولش کن. بیا خجالت بکشید. آی حوال بچه کمک کنن. اخلال کردن. اخلال کردن. کمک اف بر تو با دیوانه. پس پیچاندن دوربین ها رو تو آغاز نمودی. آری من عجیب ذهن خلاقی در خلاف دارم. مثل حال اصلا تو دیدی که من به زندانبان نزدیک شوم؟ نه حال اینجا رو بنگر. ببین اینها مال زندانبان است. مرحبا بده من حکایت تمام شود میدویم جایی. منم ذهن فعالی دارم نشانت خواهم. غلط کردم جناب زندانبان. فقط خواستم هنر دستیم رو نشان دهم. ادامه حکایتت. آری آن روز بگذشت. بعد از یک کاسبی بسیار خوب به خانه بازگشتم. زن چرا چایی را میکوبی؟ این سکه ها رو از جلوی چشمانم زود دور کن. چرا آخر؟ به خاطر اینکه پول خلاف میآوری خانه. پول خلاف کدام است؟ سکه خلاف کدام است؟ این سکه ها رو جهت خلاقیتی که داشتم به دست آوردم. خلاقیت آری تو به مردم یاد داده که چگونه دوربین زوج و فرد را بپیچانند. نام این را میگذاری خلاقیت؟ آف بر تو باد. چای هم برای تو زیاد است. چای را کجا میبری؟ ای بابا. احسن بر همسرت. درود بر شرف این زن نیکندیش. ادامه داستان را ببین. مرشبانو بله بیا برویم بازار برخراجی مانتو گذاشته است. بیا وای حراجی مانتو. می شود کمی از سکه هایت به من بدهی برای خرید مانتو؟ حال چه شد؟ این سکه ها که خلاف بود. حرف مانتو شد الان سکه ها دیگر خلاف نیست. نه میدانی چیست؟ حال که از زاویه دیگری به موضوع مینگرم میبینم این سکه هایی که من برای مانتو برمیدارم حاصل خلاقیت توست، ولی اینهایی که برای تو میمانند حاصل خلاف توست. مرسم بیا دیگر. چه صدایی دارد؟ ای مرد خلاق بیا برویم. مشکلی برای ما پیش آمده. مشکل نداریم که. مشکل همین است. بیا برویم. در راه برای توضیح میدم. برو من بلند شو برویم. به جان مادرم اگر کسی از بغل گاری کسی حرکت کند او را با تیر و کمان میزنم. یعنی چی؟ شاید اتفاقی یک نفر کنار گاری دیگری حرکت نباید. من هم به صورت اتفاقی میزنم. حالا خود میتوانیم. به افتخار مرد خلاق وقت جیغ و دست و هورا. سلام باشید. دوربین کماندار ندیده بودیم که دیدیم. ببینم هر کسی از اینجا عبور کند او رو با تیر کمان میزنی؟ هر کسی را که نزنم تو را با این تیر و کمان میزنم که تمام این آتش ها از گور تو بلند میشود. باشد دوستان مجبوریم بریم سراغ نقشه 2 یا همون پلن تو. چه چیزی به من بدهید؟ پارچه من دارم. این پارچه الان بهت میگم. 10 سکه به من بده. حال پارچه رو با تیر و کمانت بزن ببینم میتوانی. به جان مادرم هر کسی که با پارچه از اینا عبور کند
اونا با تیر و کمان خواهم زد. نمیتوانی اگر گارنده رو با تیر بزنی گاریت چاپ میکنن، اون وقت خانوادهش میاین خودت رو چاپ میکنن. به افتخار این طرح هوشمندانه جیغ و دست و هولولولو. خلاق بلخ، چرا کارگاه عملی در خصوص روش‌های پیچاندن دوربین نمیگذاری؟ مشتری‌های زیاد میشوند. آری بسیار فکر هوشمندانه ای است. همین کار رو میکنیم. برو از رسول میزنم. آقایان، به کارگاه روش‌های پیچاندن دوربین ورود به طرح خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم به افتخار استاد خلاق بلخ دست و سوت و جیغ هورا. چه شد خانوم؟ جریان سکه‌های خلاف و اینا فراموشت شد؟ نه راستش رو بخواهی من اندکی بیشتر فکر کردم. دیدم بخش اعظم کار تو مربوط به خلاقیتت بوده، فقط اندکی از آن خلاف بوده است. حال چه شد دقیقاً به این فکر رسیده ای؟ راستش رو بخواهی من یک گردن دیدم بسیار بسیار زیباست، رویش پر از مروارید است، فقط اندکی گران است. همان خیلی خوب. حال برو در دفتر کارگاه بنشین، نفر جدید اومد شهریه‌اش رو ازش بگیر به من خبر ده. برو. خب دوستان خیلی خوش آمده اید. آماده اید کلاس رو شروع کنیم؟ آری به افتخار استاد جیغ و دست و هورا. کارگاه روش‌های پیچاندن دوربین تر؟ آری برای پیچاندن دوربین تر کارگاه برگزار کردی؟ آری کاری بسیار تخصصی است. اوف بر تو باد. طرح زوج و فرد برای کاهش آلودگی هوا برگزار شد تا تو خانوادت و مردم از آلودگی هوا کمتر رنج ببرند. میفهمی؟ نه من دیگر سوالی ندارم. ادامه ماجرا. آری کار کارگاه بسیار خوب پیش میرفت و علاقمندان روز به روز بیشتر و بیشتر میشدند که خب دوستان خیلی خوش آمدید. روش چسباندن کاغذ روی پلاک رو که بهتون آموختم. همونطور که میدونید روش‌های کلاسیکی چون حرکت موتورسیکلت بر کنار گاری و همین پارچه انداختن روی پلاک هم بهتون آموختم. درست است؟ آری. خیلی خوب. در این قسمت میخوام یک مبحث شیرین بهتون آموزش بدم. استفاده از برف شادی. دست. ببینید. بدین صورت. همینطور که میبینید اصلا دیگر مشخص نیست و کاملا دوربین گول میخورد. بله فردا هم میخوام مثل تکنیک جدید بهتون آموزش بدم. تکنیکی مثل دنده عقب گرفتن، تعویض شماره پلاک و استفاده از کودک. فقط یادتان باشد تک تک این مباحث ازتون امتحان خواهم گرفت. نمره‌تان کم بشد گواهینامه بهتون بکش. ای مرد ناحسابی خجالت. اوف بر تو باد با این کلاس مسخره. آرام باش عزیزم. ای بهترین شاگرد من چه شده است؟ پدرم داداشم نزد حکیم میبردم به مرکز شهر. دوربین رو با تکنیک پارچه پیچاندم. انقدر هوا آلوده بود قلب پدرم گرفت و مرد. همسرم چند نفر آمدن تو رو بکشن. میگوین کس و کارشان به خاطر آلودگی هوا پنچر شدن. جلوی در دارن شلوغ میکنن. چیزه خب به من چه؟ تقصیر من که نیستش که اگر طرح زوج و فرد اختراع نمیشد و اجرا نمیشد که من که همچین کلاسی را دایر نمیکردم. تقصیر کارشناس است. برید کارشناس را بگیرید. من از تو شکایت میکنم نزد داروغه. حمله کنید و بگیریدش ببرید از داروغه. صبر کنید. من در این کلاس شریکی داشتم. همسرم شریک من بوده است. چه شریکی؟ من داشتم رد میشدم اومدم بپرسم برای شام چه درست کنم. همسرم اگر من تمام جمله رو بگردم بگیرم جملم خیلی سنگین میشود. ندارد برو فقط در زنده مواظب باش سرما نخوری. دیدی آلودگی هوا چه مشکلاتی ایجاد کرد؟ خیال کردی من الکی میگویم قوانین را رعایت کن؟ خیال کردی به خاطر خودم میگویم؟ نتیجهش را دیدی؟ بس است دیگه هی دیدی رو انداخته ای. میبینی که خودت هم درون زندان هستی. آری واقعا غیر منطقی است. میگویم منو چرا اینجا آوردن؟ برای چه اینجا هستم؟ میدانی واقعا غیر منطقی است، چون طرح زوج و فرد طرح خوبی است. اگر اجرا شود آلودگی هوا را کم می‌نماید. آری. پسر بیار ببینم پرونده این زندانی را.
از چه رو من اینجا هستم؟ ببینید. تو رو برای طرح زوج و فردت نیاوردم. پس برای چه آوردن؟ تو همسرت شکایت کرده مهریه‌اش را اجرا گذاشته. پس برای طرح زوج و فرد اینجا نیاوردن؟ خدایا شکرت، طرحم مورد قبول شده، موفقیت آمیز بوده. هورا هورا هورا. ببخشید مزاحم اوقات خوشحالیت میشم. مهریه زنت چند سکه بود؟ 75,000 سکه. پس روحت شد و یادت گرامی باد. 75,000 سکه. من از کجا بیاورم؟ ندارم. بیا سنگ بشکن. سالها باید اینجا سنگ بشکنی. میدانم به چی فکر کردم. این بوده فکر کردم. 75